سلام و درود. یکی از قسمت‌های جذاب فصل دوم همستر که تا الان توی این بخش 15 تن کوین به کاربران جایزه داده شده، قسمتی که قراره به زودی کوئست‌های جدیدشون برگزار بشه و چند هزار تن دیگه برای فعالیت کردن در قسمت‌های همستر به کاربران پاداش داده بشه. توی این ویدیو اومدم چند تا نکته بسیار مهم در قسمت فایت کلاب رو بهتون بگم تا بتونید در کوئست‌های بعدی شما هم برنده تن باشید. پس حتما تا انتهای ویدیو با من همراه باشید، چون مهمترین گلک هایی که کسانی که تونستن برنده تن بشن توی این ویدیو بهتون توضیح میدم. اما قبل از اینکه بریم سراغ ادامه ویدیو، هر خبر جدیدی از همستر و کوئست‌های جدیدی که برگزار بشه من داخل کانال تلگرام واسهتون میذارم و از اینا مهمتر هر روز کد مورس و تریکمبوهای همستر رو داخل کانال تلگرام واسهتون میذارم تا بتونید امتیازش رو دریافت بکنید و به نسبت به دیگر پلیرها در قسمت همستر گیم هیروز که اتفاقا کوئست‌های اونجا هم استارتش خورده و به زودی جوایز جدید قراره برگزار بشه، امتیاز بیشتری بگیرید و به امید خدا اون قسمت هم برنده تن بشید. لینک ورود به کانال تلگرام رو در قسمت دیسکریپشن ویدیو قسمت کامنت ها پین کردم و قرار دادم تا خیلی راحت جوین بشید و از مطالب استفاده بکنید. خب برگردیم توی ربات همستر تا با هم دیگه کاملا بررسی کنیم. اول از همستر بوست شروع بکنیم. ما توی ویدیو قبلی آموزش ورود به همستر بوست رو بهتون داده بودیم و اینجا میخوام یه نکته ریز رو خدمتتون عرض کنم تا برسیم به خود ربات فایت کلاب. با این روشی که میخوام بهتون بگم، خود من امروز 18 تا بتل و نبرد رفتم که 15 تاشو تونستم برنده بشم، 2 تای آخرم رو باختم، یعنی 8 تا بدون باخت رفتم و بعد یه دونه باخت داشتم در 15مین نبرد، 2 تای آخر رو با بدشانسی باختم. خلاصه این استراتژی که میخوام بهتون بگم خیلی خیلی قویه و میتونه کمکتون بکنه که اکثر فایت کلاب های خودتون رو برنده بشید. خب اول از همه توی قسمت همه سرویس کوئستا و جوایزی که تا الان برگزار شده رو بهتون نمایش میده. ما یک کوئست داشتیم با 2000 تن، دومین کوئست 1000 تن و سومین کوئست هم 2000 تن، مجموعاً 5000 تن توی این قسمت جایزه داده شده که همش هم اینجا کاملا نشون میده که به ولت کاربران واریز شده. بالاخره 3 نفر تونسته بودن برنده 100 تن کوین بشن که ترانزکشن لینکش هم گذاشتم، یعنی ما میتونیم وارد لینک بشیم و توی بلاکچین ببینیم که این پرداخت انجام شده، همچنین آدرس خود همستر و موجودیش رو ببینیم. حالا موارد دیگه هم وجود داره. اگر دوست داشته باشید توی ویدیو جداگانه اینا رو کاملا بررسی کنیم و ببینیم موجودی همستر چقدره و اوضاع از چه قراره. حتما توی کامنت ها درخواست بدید. خلاصه خواستم اینو بهتون بگم که کوئست‌های فایت کلاب نسبت دیگر بخش‌ها بیشترین جوایز تن کوین رو داشته و مطمئنا اون 2000 تن کوینی که چند روز پیش جایزه داده شده آخرین بار نخواهد. خب حالا چطوری میتونیم توی ویدیو فایت کلاب امتیازات خوبی به دست بیاریم و گلوری پوینت های بالایی کسب کنیم تا بتونیم در کوئست‌های بعدی جزو برندگان باشیم؟ چند تا نکته مهم که همین ابتدای کار میخوام بهتون بگم اینه که ما چند تا قسمت مهم داریم. یکی از اون اسکریپت تری هست که این بخش بسیار مهمه. بهتون توضیح میدم که اسکریپت پوینت ها چطوری میتونن کمکتون بکنن، هم برای افزایش قدرت دفاعی و برای ارتقای مهارت های نبرد. اون هیرو قهرمان و همسترون افزایش بدیم و همچنین توی نبردها بتونیم قدرت پاور بیشتری داشته باشیم و دمیج بیشتری به حریفمون وارد کنیم که یکی از قسمت هایی که کامل بهشون میپردازیم. قسمت بعدی قسمت اینونتوری هستش که سلاحایی که ما میتونیم داشته باشیم که چه سلاحایی بهتره، کدوم رو ارتقا بدیم، چجوری ارتقاشون بدیم، چجوری پودر سبز بدیم که بابتش هزینه پرداخت بکنیم، چجوری رایگان به دست بیاریم و تمامی مواردی که راجع به این چیدمان سلاحامون لازمه که بدونید. در نهایت هم میرسیم به قسمت گلوری که اینم مهمه. حالا به نوبت خودش که جلوتر توضیح میدیم و اول از همه برای اینکه خیلی بهتر قضیه رو شروع بکنیم یه دست بتل با هم دیگه بریم و یه نبرد رو داشته باشیم تا خیلی خدمتتون توضیح بدم. فقط اینجا تمامی جزئیات قدرت این همستر منو نوشته اتک من 70، قدرت من 1161 و اچ پی یا جون من 329 هست. حالا این دست بتل بریم. این 19مین بتل من روی امروز میشه. حریفمون هم پاورش بیشتره، هم جونش از من بیشتره، ولی خب من در طول امروز حالا چندین بار شده که حریفای قوی‌تری از خودم تونستم شکست بدم که حالا این حریفمون در واقع خیلی خوب اومده و یه جورایی بازی میکنه و میبینیم که حالا خیلی هم نزدیک شد. فایت در نهایت کلا 4 تا جون اضافه آورد و در واقع ما برنده نشدیم. ولی خب به هر جهت این در واقع در قسمت اینونتوری و سلاحایی که من انتخاب کردم تونسته بیشترین بازدهی رو حداقل برای من داشته باشه. یعنی من خیلی وقتا توی ویدیو قبلی بهتون توضیح دادم که آقا مثلا اصلا توی این ویدیو نشون میدادم بتل میرفتم و یکی از ضعفای خودم میباختم. خیلی مثلا نصف من هم پاورش نبود، هم جونش بود، هم بهش میباختم. ولی مثلا چقدر من پای با این حریف که خیلی از من پاورش بیشتر بود، هم حالا جونش یه مقدار بیشتر بود، تونستم بجنگم
با اختلاف 4 تا این بازی رو واگذار کردم. خب در اولین مرحله حالا ما این بتل رو نبردیم، ولی یه بتل بریم که لازم حتما یه سست بهمون بده تا این توضیحمون رو عرض کنم. این حریفمون هم خیلی قوی تره، هم از نظر جون و هم از نظر پاور، که بدجوری هم بهمون دمیج زد. همین ابتدا حالا شانس ما رو قوی شدن ما امروز 18 تا فایت رفته بودیم تا قبل از این 15 تاشو برنده شدیم، اما الان 2 تا پشت سر هم باختیم. ولی بذار من یه نکته رو بهتون بگم، حالا بتل های بعدی رو میریم و با هم دیگه بررسیش میکنیم. خب اول از همه شما در دستی که بازی میکنید یه سوس بهتون میده. حالا این سوس چیه؟ حالا حاوی یه سلاحیه که میتونی شمشیر داشته باشه، تبر داشته باشه، زره داشته باشه، کفش باشه، دستکش باشه، حالا هر چیز دیگه. اول از همه ببینید شما یه گاهی اوقات حالا شانستون میگیره و یه جعبه طلایی بهتون میده که این جعبه طلایی یا حاوی یه مدل از این سلاحایی که آبی رنگه که از همه مدل سلاح‌های دیگه قوی‌تره و اصلا این آبی‌ها دیدید سریع جایگزین کنید و سلاح قبلی خودتون رو بسوزونید. بعد از این رنگ آبی ما رنگ‌های سبز رنگو داریم که این سبزها هم بسیار بسیار قویه، نه به اندازه آبی، اما خب از دیگر سلاح‌ها مثلا این دستکش من که یه دستکش عادی است بسیار قوی‌تره و حتما از این سبز رنگ‌ها هم دیدید. این رو اولویت قرار بدید و انتخابش بکنید و اون سلاح دیگرتون رو بسوزونید. حالا چجوری سلاح‌های خودمون رو بسوزونیم؟ برای سوزوندن سلاح کافیه روش کلیک بکنید، این بار بغلش رو بزنیم و سلاح‌ها حالا بر اساس اون ویژگی‌هایی که داره بهتون یه مقدار از این پودرای رنگ سبز به شما میده در حالت آبی. میخواین از این پودرای سبز رنگی که اینجا به وجود داره به دست بیاری، باید بابتش هزینه بکنید و خب واقعا هم ارزش نداره به خاطر همچین چیزی بخوای هزینه بکنی. به خاطر همین میتونید از سلاح‌هایی که به دست میاری بری و بسوزونی و پودرای سبز رنگ رو به دست بیاری. پس چی شد؟ اولویت ما اول ما سلاح‌های آبی رنگ، سبز رنگ و بعد سلاح‌های عادی. حالا بین سلاح‌های عادی هم که بهتون داده میشه شما میاد در واقع سبک سنگین میکنید. این که مثلا یک کفش عادی من دارم توی بتل برنده میشم و یک کفش دیگه به من میده، اون کفش رو انتخاب میکنم، اون جدیده رو میبینید چه تغییری توی اتک پاورتون جونتون ایجاد میشه. و اگر در واقع این مدل انتخاب کردید و دیدید مثلا اتک پاورتون بهتر شد، مثلا اون رو انتخاب کنید. یا یه وقتی اینطور نبود همون قبلی رو باز انتخاب میکنیم و این جدیده رو میسوزونیم و این نکته بسیار مهمه. حالا در قسمت اسکیل تری که گفتم بهش میپردازیم، شما میتونید اینجا یه سری اسکیل پوینت به دست بیارید و این قسمت رو بیاید و ارتقا بدید. چطور به دست بیارید؟ ببینید به صورت 50 تا 50 تا بیشتر میشه تایمی که یه نبرد و بتل رو انجام میدید. اگر برنده بشید 10 تا XP میگیرید و اگر بازنده بشید 5 تا XP میگیرید. حالا XP به کجا به کار میآید؟ این قسمت که من فلش کشیدم، یه جایی که XP های ما اینجا حساب میشه، مثلا الان من 55 از 500 تا XP دارم، یعنی به 500 تا برسه یه دونه اسکیل پوینت به من میده. میتونم بیام و مثلا جون خودم رو 36 تا اضافه بکنم یا قدرت دفاعی خودم رو 2 تا افزایش بدم یا اینکه 5 تا به قدرت تهاجم و درب پاور خودم اضافه بکنم. این اسکیل پوینت ها یا همون XP ها به دست میاد در تایمی که شما اینو تکمیل میکنید. معمولا همون تایمی که یه جعبه طلایی به شما میده، توی اون جعبه طلایی سلاح‌های ممکن آبی رنگ میده. اگر خوش شانس باشید مثل من که یه دونه بهم داده، یا حالا اگر هم نه یه دونه از این سبز رنگ‌ها بهتون میده که خیلی هم به کار میاد و میتونید از اینا استفاده بکنید و در نبردها پیروز بشید. مثلا یه وقتایی که تا از این کلاه‌های سبز رنگ به من داده بود که یکیشون رو سوزوندم، حالا این چون من ارتقا دادم 67 میخوام بسوزونمش، ولی حالت عادی 54 هستش که من اون رو سوزوندم و باز این پترای سبز رنگ رو جمع کردم و این کلاهم رو به لول 2 ارتقا دادم. توی ارتقا دادن همین سلاح‌ها چون تایمی که اینا به حد نصاب میرسه، شک نکنید و اینا رو ارتقا بدید. حالا یه وقت مثلا شما میبینید جونت خیلی زیاده، مثلا برو پاور تو ارتقا بده یا شمشیر تو ارتقا بده. یه وقتایی هم میبینی که نه، مثلا به نسبت پاورهایی که داری جونت کمتره، یا زره ارتقا بده یا کلاه ارتقا بده که شما جونت بیشتر بشه. خود من پاورم خوب بود اما جونم کم بود که توی این یکی دو روز تمرکز اصلی خودم رو گذاشتم بیشتر کردن جونم که این اتفاق افتاد و حالا هیچ HP به من 329 رسیده. اوکی، پس قسمت اسکیل تری خیلی مهمه و سعی کنید هر کدوم از اینا رو ارتقا بدید. این دیگه بستگی به حتی سلاحایی که داره به شما میده. یه وقتایی میگم مثلا پاورتون خیلی خوبه و جونتون کم، مثل من تمرکز اصلیتون میذاری روی افزایش جونتون، در قسمت اسکیل پوینت میبینید بیشتر از هر چیز دیگه به جون خودم رو ارتقا دادم. ولی یه وقتایی مثلا میبینی آقا پاور خوبه یا اینکه کمه و جونتون خوبه، میاد بیشتر تمرکزتون رو میذاری روی ارتقای شمشیری که اتک بهتری بشه یا اینکه سپر رو ارتقا بدی که دفاع تا حدودی بهتر بشه.
و خلاصه این کار رو میاد و انجامش میدید. حالا یه بتل دیگه بریم. شانس ما 2 تا بتل شکست پشت سرم باختیم. این حرفمون رو میتونیم بزنیم، هم پاورش کمتره هم جونش یه مقداری کمتر از ما هستش، ولی خب هیچی مشخص نیست، ولی اینو احتمالاً میبریم. یه ذره هم برام بلاک کردیم، دومی هم اینطور، سومی هم خوردیم. گزارش شدیم و واسه خودمون یه ضربه دیگه بزنیم تمومه. خیلی اصلا واقعا واید مسخره‌ای بود. سومین باخت پشت سرم بود. یعنی خوب میزنم یک از کارهای من نباید انجام بدم اینه که کلا نباید ویدیو بگیرم. برای قسمت فایت کلاب مفت بود. واقعا چند تا رو من بلاک کردم ولی تا ضربه نزد ولکن نبودم. 2 تا رو بلاک کردیم، سومی رو زد، آخری هم یه دونه بلاک کردیم، باز دومی رو خوردیم ازش دیگه. اینم باز به شانس من برمیگرده، چون یه سری سلاح‌ها هستش مخصوصا سلاح‌های سنگین مثل قدرت دفاعیشون بلاک کردنشون خیلی به نسبت حالا بهتره. دیدید این دست لاک رو من خوب بود، ولی خب حریفمون باز اومد ضربه زد که دیگه یه مقدارم به بس شانسمون توی این سلاحایی که بهتون بستگی داره اینه که سلاح‌های خوبی بگیرید، میتونید توی نبرداتون خیلی عملکرد قابل توجه و بهتری هم داشته باشید. اینم یه نکته خوب که تا یه دست نبرد ولکن نیستیم. درباره حریفمون ضربه اولمون رو بلاک کرد، پاورش خوبه ولی جونش به نسبت کم داره، ولی یه دمیج بهمون زد، با همون دمیج بهش زدیم. حریف حتما ضربهشو بزنه و تمام ترکوندمش. ببینید 10 تا ایکس پی گرفتیم، 30 تا گلوری پوینت گرفتیم. گلوری که به دست میاریم همون امتیازاتیه که در زمان رنگ بندی و کوئستای همستر واسمون حساب میشه. اگه ببریم 30 تا گلوری پوینت میگیریم و رنکمون خیلی سریعتر میتونه بیاد بالا. اگر بازنده بشین 10 تا میگیریم و این که خیلی خیلی مهمه. حالا در حال حاضر عادی چون کوئستی که در حال برگزار شدن نیست و جایزه دکان خاصی بهمون نداد. این دستکشی که به من داد این دست یه تعداد پودرای سبز رنگ اضافه شد. دیدید. حالا نکته بعدی هم این که وجود داره بحث همین انرژی های ما هستش که بالاخره انرژیمون حالا دیگه در واقع کلری پوینتمون داریم که اونم یعنی در دقیقه ما چقدر بهمون کلری پوینت میده. و از اون طرف هم بحث انرژی لیمیت های ما وجود داره که شما هر چقدر از این بلاک ها یا پرچم ها به دست بیارید و لولش رو بیشتر باشه بهتون کمک میکنه که در نهایت گلوری هایی که در دقیقه ما میکنید بیشتر باشه، که این هم در واقع از طریق مختلفی به دست میاد. بچه یعنی در واقع همین قسمت فلگ وجود داره. این مواردی که میتونیم دریافتش بکنیم بر اساس قسمت های مختلفی ما میتونیم به دستشون بیاریم، مثل دعوت کردن دوست که واقعا من هر چی کشتم اصلا توی این قسمت از ربات جایی ندیدم که بتونم دوست رو به بازی دعوت بکنم. این یه ذره اوضاع رو عجیب کرده. مثلا ما به 1000 تا بازی برسیم که من 298 تاشو کامل کردم، پوینت های من از 0 در ساعت 15 میرسه. اینجا زده 10 نفر دعوت بکنیم. به این جهت مثلا توی کانال وایت کلاب یه دونه بهتون از این پلیک ها میده و چه هم باز کنید اینم که کلا بهتون میده. یعنی چیز خاصی نیستش. و از این طرف هم توی 1000 تا بازی برنده بشید میتونید اینا رو دریافت بکنید که میبینید از حدود 300 تا بازی که من انجام دادم تونستم شاید بگم نصف خورده کمش رو. آمار جالبی هم نیستش که دو سه روز اخیرم بهم بهتر شده. حالا یه دست دیگه بتل بزنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. این حریفمون پاورش خوبه و جونش یه مقدار از همون کمتره. یکی از ضربات ما رو بلاک کرد و من بهش 2-3 تا ضربه زدیم بلاک کرد و معمولا حریفا رو خوب میزنم و تمام کارشو تموم کردیم. و اینم از دومی بردمون که حالا یه دست اومدیم و مثلا یه دونه کلاه خودش به من داد و یه دونه در واقع از این کلاهای رادیاتوری به من داد. اینم میسوزنیم و اینم بود از کلیت کار بچه‌ها در قسمت انرژی لیمنت. هم در واقع اینه که کسایی که میشن انرژی لیمنت خوب میخرن و انرژی حالا اگر دوست داشتین میتونید بخرید، چون واقعیت اینه که توی این قسمت فایت کلاب شما هر چقدر این موارد رو رعایت بکنی یه بخشش برمیگرده به همین هزینه کردنه که خیلی میان و انرژی لیمنت میخرن که همین موجب میشه در نهایت بتونن عملکرد خیلی بهتری از خودشون به نمایش بگذارن. که این نکته مهم هستش که حالا انتهای ویدیو گفتم بهتون بگم. در نتیجه این ویدیو امیدوارم که تونسته باشم بهتون کمک بکنم و لذت برده باشید. دوستتون دارم. موفق و پرسود باشید. خدا نگهدار.